وای مرسا، خاله این چت جی پی تی رو برام نصب کرد، میگه هر چی ازش بپرسی بلده جواب میده. بدبخت شدیم. جی پی تی جان چجوری فلفل دلمه یا روغن دلمه تو غذا بریزم کسی نفهمه؟ جی پی تی جان من الان خونه جاری میدم، یه تیکه بهم انداخت، چی جوابشو بدم که دلم خنک شه؟ مامان درسامو ازم میپرسی؟ جی پی تی جان من حوصله ندارم، قربون شکل درس این بچه رو ازش بپرس. جی پی تی جان دعامو چیزی بلدی باهاش دهن شوهرمو ببندم هر چی میگم به حرفم گوش بده؟ جی پی تی جان من چه کوتاهی تو تربیت این بچه کردم که این بچه اینجوری شد؟ ببین میتونی یه کاری بکنی یه بچه گیرش بیاد لنگ خودش؟ جی پی تی جان میگم قربون شکلت خودت میتونی ضامن وامن بشی، من دیگه به فامیل رو نزنم. جی پی تی جان میگم گلوت خوش شد والا، اینقدر حرف زدی، بذار یه چای واسط بریزم با هم بخوریم.